به نام خدا، سلام و وقت بخیر دارم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر جا که هستید سالم تندرست، ورزش رو هم فراموش نفرمایید. با برنامه پیک ورزش از پخش شبکه تلویزیونی ورزش در خدمت شما علاقه‌مندان به ورزش اول کشورمان یعنی کشتی هستیم و قرار است که به صورت زنده و مستقیم با پخش دیدار بسیار بسیار مهم و حساس مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج علیه السلام سبزوار و استیل آذین ایرانیان که به قول کشتیگیرا و گوشه‌شکسته حساس‌ترین دیدار هفته اول 11مین دوره لیگ برتر کشتی آزاد هستش در خدمت شما علاقه‌مندان به کشتی باشیم. اما جا داره که در همین ابتدای برنامه ایام سوگواری سالار و سرور شهیدان رو امام حسین علیه السلام رو به همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت عرض کنم. اما خدمتتون باید عرض کنم که به هر حال بعد از رقابت‌های قهرمانی جهان که خوشبختانه با قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون در بوداپست مجارستان به پایان رسید، چند وقتی بود که به هر حال صحبت از کشتی نبود، اما قرار استش که امروز تنور مسابقات کشتی داغ بشه به نوعی با برگزاری هفته اول از 11مین دوره لیگ برتر کشتی که خدمتتون عرض کردم در رشته آزاد هم برگزار میشه و حالا امیدوار هستم که با توجه به حضور 8 تیم در دو گروه 1 و 2 شرایط بگونه که باید و شاید برای ورزش اول کشورمون رقم بخوره. خدمتتون باید عرض کنم که 8 تیم قرار است که امروز 4 تا دیدار برگزار کنم. من خیلی سریع خدمتتون بگم تصاویر مرتبط با به هر حال این دیدار، این کشتی هم به دست ما رسیده. به محض اینکه کشتیگیرا بعد از معرفی وزن به وزن بروی تشک بیان و حالا اون جلسه معارف صورت بگیره، حتما همراه میشیم با دوست و همکار خوبم استاد هادی عامل که در مشهد مقدس هستند. میزبان این به هر حال کشتی هم سبزوار هستش. اما خدمتتون خیلی سریع بگم که مؤسسه مالی و اعتباری سامن در گروه اول هست. استیل آذین ایرانیان در همین گروه قرار داره. گروه ساختمانی کفایتی خراسان رضوی هم در همین گروه هستش و هیئت کشتی رستم کلا هم در گروه 1 هستن. 4 تیم در گروه اول تشکیل دهنده این گروه هستن که فکر می‌کنم با توجه به حضور مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج که مدافع عنوان قهرمانی هم هستش و 2 دوره پشت سر هم موفق شده، حالا یه جورایی به هر حال دوستان اومدن برای اینکه بتونن در سال جدید هتریک هم بکنن، به قول فوتبالی ها 3 دوره پیاپی بتونن قهرمان این دوره از مسابقات بشن. اما خدمتتون عرض کنم که در گروه دوم هم خونه به خونه بابلی که دیگر از تیم هایی که دور گذشته حضور یه وقفه 1 ساله داشتش با رضا یزدانی قهرمان جهان به عنوان مربی به لیگ برتر بازگشته و میزبان شهدای زنجان هستش که فکر میکنم این کشتی هم شاید خاص خودش رو داشته باشه و جذاب و دیدنی باشه. خدمتتون عرض کنم که شرکت گاز مازندران و مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج، این یکی مال مشهد، یکی سبزوار، یکیش مشهد، که اتفاقا هر دو هم 2 تا کشتیگیر خارجی در ترکیب خودشون داره. من اشاره بکنم که سبزوار و مشهد و استیل آذین تونستن که از شرایط حضور کشتیگیران خارجی هم در تیم‌های خودشون بهره ببرن که امیدوار هستیم حضور این کشتیگیران کمک کنه به حالا لیگ ما پویاترش بکنه. هرچند کشتی ورزش اول کشور ما هستش، ما خودمون صادر میکنیم این رشته ورزشی رو و همیشه روی سکو بودیم. عرض کردم عنوان جهانی در مسابقات بوداپست مجارستان با عملکرد خوب کشتیگیران ما صورت گرفت. کشتی فرنگیمون هم که 2 تا مدال تونست بگیره اونجا توسط طالب نعمتپور و البته امیر علی اکبری در فوق سنگین که اولین مدال طلای ما در مسابقات جهانی بود. اما همکار من اشاره میکنن که باید بریم همراه باشیم با دوست و همکار خوبم استاد هادی عامل. سلام، وقتتون بخیر باشه. به نام خدا خدمت دوست و همکار عزیزم جناب آقای توتونچی سلام عرض میکنم، همچنین بینندگان عزیز برنامه پیک ورزش که این رقابت‌ها از شبکه ورزش و همچنین از شبکه استانی خراسان رضوی به طور زنده و مستقیم برای دوستان کشتی پخش خواهد شد. توضیحاتی رو دوست و همکارم آقای توتونچی دادن که به لحاظ اینکه سرصدای زیادی در سالن بود کاملا من صحبت‌هایشون رو نشنیدم. اگر توضیحاتی که میدم تکراری از پوزش میخوام. من اعضای تیم استیل آذین ابتدا خدمتتون معرفی میکنم. در امید جلالی، امیر جلالی بهار، حسن مرادقلی، میثم نصیری، دنیس سارگوش، اسماعیل نجاتیان،
عبدالسلام گادیسوف و محمد آذرشکیب از تیم استیلازین کشتی خواهند گرفت و کشتیگیران تیم سامن حجج سبزوار یاسر در قل نجات، بخوان گریگوریوف، محمد قربان علیوف، مصطفی حسین خانی، احسان امینی، عرفان امیری و پرویز هادی کشتیگیرانی هستند که بایستی مبارزه کنند. مراسم توزیع مراسم معارفه رو شما از آن مشاهده می‌فرمایید که بعد از مراسم معارفه رقابت‌ها آغاز خواهد شد. 55 کیلو رو اعلام میکنه. خب گوینده سالان اعلام میکنه. اولین کشتی امیر جلالی بهار از تیم استیلازین ایرانیان و یاسر در قلی نژاد از تیم سامن حجج سبزوار کشتی خواهند گرفت. کشتیگیران سبزوار همگی با دو بنده قرمز مبارزه خواهند کرد و کشتیگیران استیلازین ایرانیان با دو بنده آبی کشتی خواهند گرفت. آقای داوود رخش خورشید و آقای پژمان درستکار مربیان دو تیم کشتیگیران خودشون رو آماده میکنن. تماشاگران سبزواری که در سالن سربهداران سبزوار این مسابقات برگزار میشه با ندای یا حسین تشویق میکنن کشتیگیران رو. من اجازه میخوام که من عزاداری سالار شهیدان رو به همه دوستداران آقا امام حسین تسلیت عرض کنم. خب داور وسط آقای محمدی. داور وسط آقای محمدی به سود خودش میدن. مبارزه آغاز میشه. دو کشتی در سرشاخه‌ها رو دنبال میکنن. روی دستان هم دیگه در تلاش هستن. همچنان سعی میکنه که حریف خودشو قلی نجات یاسری در قلی نجات اوج کنه. هر دو کشتیگیر از کشتیگیران عنواندار وزن 55 کیلو هستن و با گاردی بسته کار رو دنبال میکنه. امیر جلالی بهار در تلاش هستن که بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. یک بار دیگه در سرشاخ کار دنبال میکنن. تماشاگران شما از آن مشاهده میفرمایید. خب از همکنون هم ارتباطمون با شبکه استانی خراسان رضوی برقرار شد. خدمت دوستداران و همه علاقه‌مندان به کشتی و بینندگان عزیز این شبکه هم سلام عرض میکنم خدمتشون. با رقابت‌های دو تیم استیلازین و سامن حجج سبزوار رقابت‌ها رو شما از آن مشاهده میفهمید. در وزن 55 کیلو اولین مبارزه هست که همچنان در سرشاخ کار رو دنبال میکنن. خب خونه به خونه 8 تیم در رقابت‌ها شرکت کردن. در این دو رقابت‌ها آقای دودانگر رو مشاهده میفرمایید. یه لحظه که همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. 8 تیم در این دو رقابت‌ها شرکت کردن. خدمتتون عرض کردم که در گروه آ استیلازین و سامن حجج، گروه ساختمان کفایتی مشهد و رستم کلاه مازندران و در گروه دیگه هم خونه به خونه بابل و هیئت کشی زنجان سامن حجج مشهد و گاز مازندران که تیم سامن حجج مشهد موفق شده گاز مازندران شکست بده طبق خبری که به من دادن و خونه به خونه بابل هم 6-1 هیئت کشی زنجان رو مغلوب کردن. همچنان در نتیجه 0-0 مساوی دو کشتی کار میکنه. سرگردن حریف خودش رو جلالی بهار مهار میکنه. در مایه خیمه آقای محمدی تذکر میده که گلو رو نگیره. همچنان سرگردن و امیر جلالی بهار مهار کرده. در گروه الف و گروه آ دو تیم قدر هستند. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. اخطار به دو بنده قرمز، یک امتیاز برای دو بنده آبی در نظر گرفته میشه. برای تابلو امتیازات ثبت میشه. 1-0 تا این لحظه به نفع امیر جلالی بهار از تیم استیلازین ایرانیان. تابلو امتیازات مشاهده فرمودید. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. برای زیرگیری اقدام میکنه. در یک لحظه یاسر همچنان یک بار دیگه یاسر در قل نجات زیرگیری میکنه از مچ پا و میتونه که خواهد کنه حریف خودش. همچنان در موفق میشه اولین امتیاز رو بگیره یاسر در قل نجات. باشه یک چک مساوی میکنه.
در وقت اول در حالی که 37 ثانیه یه پیتر بندازم اجرا میکنه، یک امتیاز و امیر جلالی بار از تشک خارج میشه. به خوبی و به زیبایی موفق میشه خاک کنه. بعد از اون یک پیتر برانداز و 2 امتیاز میدن. آقای داور وسط آقای محمدی 1 امتیاز داد، اما قاضی و رئیس تشک آقای منصور کیانی قاضی و آقای عادلپور رئیس تشک 2 امتیاز دادن و 2 امتیاز تصریف شد. 3-1 میشه کاشتی. خب سامل حجج مشهد هم 4-3 گازه مازندران شکست دیدار حساسی بوده در ساری. تماشاگران پرشور و خونگرم سبزواری رو مشاهده فرمودید. یک پارچه تشویق میکنم کاشتیگیران رو، همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. یک بار دیگه برای زیرگیری سعی میکنه، یک بار دیگه از مچ پا زیرگیری میکنه یاسر حیدرقلی نژاد و با یک پیتور در اختیار داره امیر جلالی بهار، اما موفق نمیتونه از زیرگیری خودش نتیجه ای بگیره. وقت اول به اتمام میرسه و میرن از مربیان خودشون. تماشاگران یک پارچه یاسر حیدرقلی کاشتگیر تیمشون رو مورد تشویق قرار میدن. تماشاگران سبزواری تماشاگران حرفه‌ای هستن، به لحاظ اینکه مربیان تیم سامن حجج رو آقای پژمان درستکار و آقای داوود رخش خورشید، در طرف دیگه هم آقای علی‌اکبر دوندانگه و عباس آشکناری رو مشاهده فرمودید و کاشتگیران خودشون روانه میدان میکنند. مربیان دو تیم کاشی 3-1 به نفع یاسر حیدرقلی نژاد از تیم سامل حجج سبزوار. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه، روی دستان هم دیگه کار میکنن دو کاشتگیر در شب سعی میبینه که شرایط برای یک بار دیگه زیرگیری اقدام میکنه، یا زیرگیری از مچ پا از یاسر حیدرقلی با قیچی جواب میده. یک لحظه قیچی رو به اجرا گذاشت و کار رو خنثی کرد امیر جلالی بهار، اما همچنان مچ پاش در اختیار هست و دست رو گرو گرفته. اینجا موفق میشه خاک کنه یاسر حیدرقلی نژاد و 4مین امتیاز رو از رقیب خودش بگیره. نتیجه کاشی 4-5 دو امتیاز و موفق میشه حریف خودش خاک کنه و 2 امتیاز بگیره، چون که دوستان کاشتی مثلثاً خاک 2 امتیاز داره. یک بار دیگه در سرشاخ کار دنبال میشه، همچنان در سرشاخ به دنبال کار کردن دستا سعی میکنه امیر جلالی بهار 4 امتیاز عقب افتاده خودش رو جبران کنه. ندای یا امام رضا شعار همه خراسانیا و مشهدیا که تماشاگران فهیم سبزواری با ندای یا امام رضا تشویق میکنن یاسر حیدرقلی نژاد رو. ایام سوگواری سالار شهیدان هست و تماشاگران هم سعی میکنن شعارهایی بدن که همراه و هماهنگ باشه با این ایام. نتیجه کاشتی در حالی که 1 دقیقه و 37 ثانیه از وقت دوم باقی مونده، 5-1 به نفع یاسر حیدرقلی نژاد. تابلو امتیازات رو مشاهده فرمودید. همچنان در سرشاخ برای زیرگیری اقدام میکنه، ناموفق و نمیتونه. کار به تقاضا اخطار میشه برای یاسر حیدرقلی نژاد، مورد موافقت قرار میگیره، تذکر داده میشه. بعد از اینکه زیرگیری خودش به اجرا گذاشت یاسر، تا به لاک دفاعی فرو رفت و داور هم به اون اخطار میده. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. یک بار دیگه زیرگیری از جلالی بهار و در برگشت این زیرگیری میکنه یاسر و در یک کنده کشی موفق میشه خاک کنه حریف خودشو. به خوبی کنده کشی کرد و اومد کنده رو بکشه، در خاک نه میره برای یه بارانداز رو اجرا میکنه و کشتی بارانداز 1 امتیازی، داور 1 امتیاز میده، قاضی 2 امتیاز و رئیس تشک 1 امتیاز رو تایید میکنه. اگر روی کف دست به چرخه 1 امتیاز داره، روی آرنج 2 امتیاز. خب آقای محمدی کاشی رو نگه میداره، برای باراندازش اعتراض میکنن
و فیلم بایستی بازبینی بشه، ببینیم که اگر امکان داشته باشه حرکت بارانداز رو هنوز خب اعتراض نمی کنن و ترجیح میدن که اعتراضی نداشته باشن، اما مثل اینکه آقای محمد ابراهیم امامی رئیس سازمان لیگ و سرپرست فنی مسابقات خب نیازی نیست به فیلم بازبینی بشه. نتیجه همچنان 5-4 به نفع یاسر حیدرقلی نژاد از تیم سامل الحجج، در حالی که 48 ثانیه از وقت باقی مونده. چنان حالا اگر بتونه یک امتیاز یک بار دیگه زیرگیری میکنه، یا زیرگیری از یاسر حیدرقلی نژاد، طرفه قرص و محکمی داره امیر جلالی بهار و ایزه کارو نمیده به حریف خودش. همچنان در سرشاخ روی دستان هم یه کار میکنن. امیر جلالی بهار شرایط در سعی داره برای زیرگیری خودش مهیا کنه. یک بار دیگه در تلاش است. 23 ثانیه یک بار دیگه زیرگیری میکنه جلالی بهار، با خیمه حریف مواجه میشه، باز هم برای زیرگیری اقدام میکنه، این بار هم میره برای زیرگیری، زیر خم تبدیل سعی داره که حریف کنده کشی کنه و او هم تبدیل میکنه به مچ پا بالا میاره، هنوز نتونسته خاک کنه، به هم میپیچن و اغلب اکثر داره کنده کشی رو جواب بده. اینجا یک لحظه موفق بشه خاک کنه و دو امتیاز بگیره در واپس این ثانیه ها که آه از نهاد تماشاگران بلند بشه. وقت به اتمام میرسه و امیر جلالی بهار در واپس این ثانیه ها موفق میشه حریف خودش خاک کنه و از او 2 امتیاز بگیره. 4-5 عقب بود و 6-5 حالا پیش افتاده. چه کشی حساس و نفسگیری بود. حالا فیلم بازبینی میشه طبق مقررات فیلا. در جایی که مسابقات برگزار میشه باید یه اسکوربورد بزرگ هم تعبیه شده باشه که تماشاگران، داوران و همه ببینن. امیدوار هستیم که بریم به سمت استاندارد شدن و بتونیم اسکوربوردهای در سالن همون تعبیه کنیم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله همچنان در سرشاخ روی دستان همدیگه کار میکنن. همچنان در سرشاخ به دنبال خاک کردن حریف خودش است. بخوان گوریاف به دنبال وقت اول به اتمام میرسه با نتیجه 4-2 به نفع حسن مراد قلی از تیم استیلازین. مربیان تیم استیلازین ایرانیان آقای علی اکبر دودانگه و آقای حاج کناری در یک طرف، آقای پژمان درستکار و آقای داوود رخش خورشید در طرف دیگه. آقای محسن کاوم از کنار سرمربی تیم سامل رجز صحبت میکنه با کاشتگیر خودش. 4-2 تا این لحظه قهرمان جهان از تیم سامل رجز عقب پس از حسن مراد قلی. یک پیروزی هم کسب کردن. اگر بتونه حسن مراد قلی این کاشتگیر رو ببره هم پدیده مسابقات جهانی رو شکست خواهد داد، هم تیم سامل رجز به خطر خواهد افتاد در این مبارزه. رقابت ها را از برنامه پیک ورزش از شبکه ورزش مشاهده، همچنین شبکه خراسان رضوی، شبکه استانی خراسان رضوی شما از آن مشاهده می‌فرمایید. همچنان 4-2 بخوان گوریاف تا این لحظه به بنبست خورده و کاشی گره خورده. حسن مراد قلی تا این لحظه به اعتقاد من بسیار خوب مبارزه کرده و موفق شده از حریف خودش 4-2 پیش بیفته. همچنان بخوان گوریاف در ادامه برای زیرگیری اقدام میکنه، ناموفق و نمیتونه کار رو به اجرا بذاره. اصلا میره برای زیرگیری از حسن مراد قلی. یک لحظه موفق میشه با یک قیچی رو کنه و خود کنه حریف خودش. و عرض کردم یک کشتیگیر عجوب غریبیه، در که میرفت خاک بشه دیدیم که چگونه با یه حرکت قیچی رو نشون داد، بعد با یه چرخش حالت اکروباتی وجود داشت موفق شد حریف خودش خاک کنه. ولی کشتیگیر 4-4 مساوی میکنه. بخوان گوریاف بی جهت نبوده که این کشتیگیر قهرمان جهان شد در بوداپست و پدیده مسابقات شد. چون در سرشاخ کار دنبال میشه. یک بار دیگه به دنبال کار کردن دستا. تابلو امتیازات مشاهده فرمود برای زیرگیری اقدام میکنه. بخوان گوریاف نگهداری باید خواهد کنه در بیرون امتیاز. یک امتیاز میگیره از حریف خودش. نقاشی حالا 5-4 میشه. همچنان یک بار دیگه با دستو سعی میکنه که
حریف خودش رو خاک کنه. مراد قلی و هم دیگه میپیچن دو کشتیگیر. کاشی داور وسط دو کشتیگیر از هم دیگه جدا میکنه در زمانی که در ابتدای کار در 55 کیلو امیر جلالی بهار موفق شد یاسر حیدر قلی نژاد رو شکست. دیگه پیروزی تیم استیلازین کسب کرده. کشتی دوم هست که وقت اول رو 4-2 شدن و در وقت دوم هم شده. میفرمایید که تا این لحظه 5-4 بخوان گوریگوریوف از روسیه از طریق خودش پیش هست. بخوان گوریگوریوف روسیه رو از کرد. تیم سامر حجج سبزوار مبارزه میکنه. برای زیرگیری اقدام میکنه. یه زیرگیری باز هم برای زیرگیری اقدام میکنه. بخوان گوریگوریوف میره برای سربند پی. حریف خودش خارج میکنه و دو امتیاز دیگه میگیره. نفسدار هست. به مقدار حسن مراد قلی خسته شده و بخوان گوریگوریوف به ویژگیش نفس بالای اون هست که در مسابقات بوداپست از نفس هم همه رو واقعا خسته میکرد. حالا 7-4 پیش میفته. بخوان گوریگوریوف از تیم سامر حجج سبزوار یک بار دیگه برای زیرگیری اقدام میکنه. به دنبال لنگ هست. سعی میکنه اجرا فنلنگ رو به اجرا بذاره. روی لنگ کاریای بخوان گوریگوریوف حسن مراد قلی خوب استقامت کرد، اما به دنبال اون دیگه دیدیم که چگونه بخوان با تجربه ای که داشت اینجا میره برای گافتاب که ناموفقه و بخوان گوریگوریوف خاک میکنه حریف خودشه. در درگیری ها همه جای کشتی میگیره، کم نمیاره و موفق میشه 9-4 پیش بیافته. 20 ثانیه شادمانی تماشاگران سبزواری رو همراه داره. از جای خودش بلند بشه. 9-4 به نفع بخوان گوریگوریوف از تیم سامر حجج سبزوار. همچنان در سرشاخ یک بار دیگه بخوان گوریگوریوف زیرگیری میکنه. با خیمه حسن مراد قلی مواجه میشه. 8 ثانیه فاصله داره. پیروزی بخوان شمارش معکوس رو میشمارن. از همونجا بلند میشه و با دستش جواب میده. وقت به اتمام میرسه و اولین پیروزی رو حالا سامر حجج توسط بخوان گوریگوریوف یار روسیه رو اصل خودش کسب میکنه. داور وسط آقای منصور کیانی، داور وسط دست بخوان گوریگوریوف رو به عنوان فرد پیروز بالا میبره. 66 کیلو میثم ناصری از استیلازین ایرانیان و ماگومد قربان علیوف از تیم سامر حجج سبزوار کشتی خواهد گرفت. کشتیگیر بیان به وسط دوشک. هنوز داوران نیومدن و قاضی هم نیومده که حالا آقای محمدی، اصغر محمدی داور وسط این مبارزه و آقای منصور کیانی قاضی و رئیس دوشک آقای رمضان نژاد داور المپیکی کشورمون. رئیس دوشکی مبارزه اصلا هیئت جوری هم آقای ابراهیم امامی، آقای عادلپور و آقای اردوان صاحب رئیس کمیته داوران کشور به کار نظارت دارن. آقای امیر توکلیان عضو کمیته فنی نماینده فدراسیون هستند. مبارزه آغاز میشه. 66 کیلو ماگومد قربان علیوف در بوداپست سوم شد. مدال برنز گرفت. میثم نصیری از کشتیگیری در مسابقات جام تختی و قهرمانی کشور موفق شده و مدیر تیم سامر حجج و اسپانسر تیم سامر حجج آقای دکتر میرعلی لحظه به امر مشاهده فرمود که اینجا ماگومد قربان علیوف موفق بشه در یک لحظه حریف خودش رو خاک کنه و از اون امتیاز بگیره. 2-3 پیش میفته ماگومد قربان علیوف. داور وسط آقای محمدی کشتی رو سرپا میده. نتیجه کشتی 2-3 به نفع ماگومد قربان علیوف، دارنده مدال برنز مسابقات جهانی. آقای حاج کنانی از کنار تشک قهرمان جهان در سال 1997 در کراسنویارسک و نایب قهرمان جهان در سال 1998 تهران که علی فریدون کنار مازندران هست و مربی تیم استیلازین ایرانیان هست. از کنار تشک کشتیگیر خودش میثم نصیری رو
از کنار راهنمایی میکنه و نکات لازم به اون میگه. یک بار دیگه با اجرای فن دستور ماگومد قربان علیوف خاک میکنه. ببین روسا در کار کردن دستا و همه جای کشتی میگیرن و موفق میشن، بیشتر فقط به زیرگیری اکتفا نمیکنن. ببین تمام امتیازات خودشون رو معمولا در کار کردن دستا موفق میشن کسب کنن. محمدی به شیر میگه که گارد پایین نگیرن، انگشتان نگیرن و 4-0 تا این لحظه ماگومد قربان علیوف برای زیرگیری اقدام میکنه. یا زیرگیری میره برای پیشکاسه، یه میون کوب خاک میکنه، پیشکاسه رو نشون میده و طرف دیگه از دو جهت کار میکنه. از جلو پیشکاسه رو نشون میده، از طرف دیگه از طرف مخالف یک بار انداز اجرا میکنه و موفق میشه حریف خودش یک میون کوب اجرا میکنه و موفق میشه حریف خودش رو خاک کنه. آقای داوود رخش خورشید در یک طرف و در طرف دیگه هم تمامی مسئولین شهر سبزوار، اعضای شورای شهر و فرمانده نیروی انتظامی و همه مقامات لشکری و کشوری میان به سالن. آقای امیر توکلیان و آقای گودرزی رو مشاهده فرمودید. بخوان یه لحظه ماگومد زیرگیری میکنه، از همونجا با یک عقربک خاک میکنه، یه پل نداره بزنه که حریف خودشو و امتیاز 8 میرسه. شراب 8 امتیاز کشی قطع میشه. 8-0 شراب 7 امتیاز هم کافی. سمراسد آقای اصلا محمدی دست ماگومد قربان علیوف رو عنوان فرد پیروز بالا میبره. چندین تبل وجود داره که یه مقدار کار هم سخت است. خب دنیس سرگوش از تیم استیلازین، یار روسی الاصل استیلازین در 74 کیلو. مصطفی حسین خانی با دوبنده قرمز مبارزه میکنه. دنیس سرگوش شد دوستداران کشتی میشناسن. در مسابقات بعد از اینکه سایتیوف در پکن مدال طلا گرفت، او جانشین بووایسار سایتیوف در 74 کیلو شد. به سبک سایتیوف هم کشتی میگیره. در هرلینگ دانمارک در 2009 تمامی رقابای خودش رو شکست داد و موفق شد مدال طلا بگیره. در 2010 مسکو هم موفق شد مدال طلا بگیره. در 2011 مغلوب طلا بگیره. در 2011 مغلوب جردن بروس شد. در 2012 مدال برنز گرفت این کشتیگیر و در اونجا هم به جردن بروس کشتی رو واگذار کرد، برنز گرفت. 2 طلای جهان و 1 برنز جهان و قهرمانی اروپا رو در آلبوم افتخارات خودش مدالاشو داره. در مقابل او مصطفی حسین خانی کشتیگیری که در مسابقات جام تختی قهرمان شده، ملی پوش کشورمون در مسابقات قهرمانی آسیا بود. حالا یا زیرگیری از حسین خانی و می‌بینید که خاک کنه، زیر مال خود میکنه، اما روسا پروپه قرصا محکمی دارن. ما می‌بینیم که چگونه دنیس سارگوش روی پای خودش ایستادگی میکنه و هنوز نتونسته خاک کنه. رفته رفته می‌بینید که حریف خودش هم حتی خاک کنه. مای فیتو رو در اختیار داره. مصطفی حسین خانی زیر مال خود داره اما نتونسته خاک کنه. دستو دار میره و میره که خاک کنه حسین خانی رو. اینجا میره بله موفق میشه خاک کنه حریف خودش. داور وسط آقای رمضان علی رمضان نژاد 1 امتیاز میده. 1 امتیاز تایید میشه. 1-0 به نفع دنیس سارگوش از تیم استیلازین ایرانیان. 2-1 تا این لحظه سامون رجج پیش هست که توسط 2 یار خارجی خودش یعنی بخان گریگوریوف قهرمان جهان و ماگومد قربان علیوف دارنده مدال برنز جهان در بوداپست کسب کرده. 1 پیروزی هم امیر جلالی بهار توسط برای تیم استیلازین کسب کرده و 2-1 تا این لحظه پیش هست. برای زیرگیری اقدام میکنه دنیس سارگوش یا زیرگیری از سارگوش و حریف خودش در منطقه قرمز و تشک خاک میکنه و موفق میشه 2 امتیاز بگیره. داور اسد آقای رمضان علی رمضان نژاد 2 امتیاز میده. قاضی آقای محمدی 1 امتیاز میده. ببینیم که چه امتیازی رو تایید میکنه رئیس تشک آقای عادلپور. به 1 امتیاز رو تایید میکنن و 2-0 میشه. 2-0 به نفع دنیس سارگوش از تیم استیلازین یار خارجی تیم استیلازین. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. روی دستان هم دیگه کار میکنن. دنیس سارگوش در کار کردن دستا به سبک بووایسار سایتیوف روی کتفان، زیر کتف، روی سرگردن
همه جا دستاش به خوبی کار میکنه و همین کار کردن دستا باعث شده که تا حدودی حالا حسین خانی هم میزنه زیر کتفان حریف خودش. زیرگیری میکنه دنیس سرگوش، یا زیرگیری از سرگوش، خیمه سنگین از مصطفی حسین خانی، همچنان سعی در جای خودش بلند شه با قدرت بدنی که داره و حسین خانی هم سعی در کنده کشی کنه. همچنان رفته میته که او در منطقه قرمز دوشک به پل بزنه. 2 امتیاز برای سرگوش در نظر گرفته میشه. 2 امتیاز برای سرگوش در نظر گرفته میشه که مورد موافقت قرار میگیره و حالا کاشی 4-0 میشه به نفع دنیس سرگوش، یار روسی تیم استیل آزین ایرانیان. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه، برای زیرگیری اقدام میکنه، یک بار دیگه مثل موتور یک بی وقفه کار میکنه و حالا همچنان سعی میکنه که با زیرگیری اینجا یک لحظه با رکبی موفق میشه پای حریف خودش از دوشک خارج کنه مصطفی حسین خانی و 1 امتیاز هم حالا حسین خانی میگیره. دنیس سرگوش بی وقفه یک پارچه بدون استراحت حمله میکنه و تماشاگران سبزواری با گفتن مصطفی با غیرت، مصطفی حسین خانی کشتیگیر تیمشون رو مورد تشویق قرار میدن. یک بار دیگه دنیس سرگوش حمله میکنه. ببینید از ابتدای کار یه لحظه آروم و قرار نداشته. مهاجم هست، جسور و بیباک، قهرمان 2 ساله جهان و نفر 3 المپیک. حالا حسین خانی که زیرگیری میکنه، او هم ناموفقه. وقت اول به اتمام میرسه. برای 30 ثانیه استراحت میرن نزد مربیان خودشون. آقای محسن کاوه با صحبت میکنه با کاشیگیر خودش. در طرف دیگه هم آقای دودانگه و آقای عباس حاج کناری صحبت میکنن. برای نتیجه تیم آبازر اسلامی از گاز مازندران 3-2 موفق شده گوچیلیزه رو شکست بده. یار گرگ گوچیلیزه عنواندار قهرمان جهان و یکی از حوادث رقابت هاست که از آقای محمد ابراهیم امامی تشکر میکنیم، سرپرست رئیس سازمان لیگ کشتی و نتایج رو به ما میدن. یکی از خب اینکه یک ایرانی موفق میشه، حالا کار به باشگاه نداریم، موفق میشه قهرمان جهان و نایب قهرمان جهان مرتبه 7 المپیک گوچلیزه‌ای که در کشور خودمون هم در گذشته در لیگ کشتی گرفته موفق میشه. حالا ابوذر اسلامی این کشتی رو شکست داد، اما علیرغم همین مسئله تیم سامال حجج مشهد بازم 4-3 موفق میشه تیم گاز مازندران رو مغلوب کنه. میپردازیم به این مبارزه وزن 74 کیلو. دنیس سرگوش از تیم استیل آزین با 2 بنده آبی در مقابل مصطفی حسین خانی از تیم سامال حجج با 2 بنده قرمز. نتیجه کشتی 4-1، اما نتیجه مبارزه 2 تیم 2-1 به نفع سامال حجج هست تا این لحظه. اگر حالا دنیس سرگوش این کشتی رو ببره نتیجه 2-2 مساوی خواهد شد. 2 تیم قدر هستن با 4 یار خارجی که 2 تیم در اختیار دارن. همچنان خب یکی از خارجی‌ها که فعلا مغلوب شده، اما 2 تا خارجی در این مسابقه یعنی بخوان گریگوریوف و قربان علیوف پیروز شدن. حالا ببینیم دنیس سرگوش چه خواهد کرد. همچنان مچ پا رو در اختیار میگیره، اینجا خیلی راحت خاک میکنه، نیاز نداره زیرگیری کنه، دست رو میگیره رفته میاد مایل لنگو نشون میده، بعد از اون مچ پا رو گرو میگیره. فنونی که ساتیوف هم در مسابقات مختلف خوبی اجرا میکرد، صاحب سبک بود. حالا تعداد زیادی از جوانان روس هم پیروی سبک ساتیوف میبینیم که در مسابقات میان و امتیاز میگیرن. نتیجه کشتی حالا 6-1 میشه به نفع دنیس سرگوش، یار روسی تیم استیلازین و تماشاگران سبزواری سکوت اختیار میکنن. مصطفی حسین خانی زیرگیری میکنه، حالا یک بار دیگه زیرگیری و سعی میکنه خاک کنه حریف خودشو و سرگوش هم پرپه قرصا محکم میده، دور میزنه، میتونه خاک کنه حریف خودشو، موفق بشه 2 امتیاز دیگه بگیره و کشتی رو 8-1 میکنه که به داور میگه که بایستی خب تمام میشه. به داور میگه که تابلو امتیازات نگاه کن و حالا رئیس چک باید به داور بگه نه کشتیگیر باید کشتیشو بگیر. در این حال و موفق میشه با اختلاف 7 امتیاز حریف خودشو شکست بده حسین خانی و کشتی حالا
و اختلاف 7 امتیاز کشی قطع میشه. خب 2 پیروزی موفق شده تیم سامل حجج توسط بخان گریگوریوف و ماگومد قربان علیوف کسب کنه. 2 پیروزی هم استیلازین توسط امیر جلالی بهار و دنیس سارگوش کسب کنه و کشی 2-2 میشه. حالا عبدالسلام گادیسوف و عرفان امیری کشتی خواهند گرفت و بعد از اون آذرشکی و پرویز هادی که کشتی همه 50-50 هست. نمیشه پیش بینی کرد و کار پیش بینی واقعا سخت هست. خب تیم رستم کلای مازندران 5-2 تیم کفایتی مشهد رو شکست داد. این کل نتایج بود که آقای ابراهیم امامی سرپرست تیم رئیس سازمان لیگ این نتایج به ما دادن که بیشتر ما و شما در جریان قرار بگیریم. ازشون تشکر میکنیم. مبارزه وزن 84 کیلو با صورت داور وسط آقای محمدی آغاز میشه. در سرشاخ دو کشتی رو دستان هم دیگه کار میکنه. اسماعیل نجاتیان که حدود 2 هفته قبل در مسابقات نظامیان جهان قهرمان نظامیان جهان شد برای دومین بار و احسان امیری از کشتیگران عنواندار کشورمون در وزن 84 کیلو در مقابل همدیگه قرار گرفتن. احسان امینی در وزن 84 کیلو که قهرمان 2 دوره قهرمان جام تختی شده، قهرمان آسیا شده. احسان امینی یار کرمانشاهی تیم سامل حجج سبزوار هست و اسماعیل نجاتیان هم یار مشهدی تیم استیلازین ایرانیان. حالا ببینیم که چه خواهند کرد دو کشتیگیر. احسان امینی توانمندی بالایی در بدلکاری داره، مثل همه کرمانشاهی پروپی قرصا محکمی داره. خدمتتون عرض کنم 2 بار قهرمان جام تختی شده و قهرمان آسیا شد. در سال 2011 در مسابقات آسیایی در اونجا سوخیوف قهرمان جهان رو شکست داد. همچنان در سرشاخ کار میکنن دو کشتیگیر. رقابت ها برای دیگه اقدام میکنه یک بار دیگه احسان امینی. رقابت ها از با برنامه پیک ورزش شبکه ورزش و شبکه استانی خراسان رضوی به طور زنده و مستقیم پخش میشه و افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. امیدوارم که رقابت ها تا این لحظه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان دو تیم پرقدرت و نیرومند استیلازین ایرانیان و تیم سامل حجج سبزوار که 2 سال پی در پی قهرمان لیگ برتر شده در مقابل همدیگه قرار گرفتن. برای دیگه اقدام میکنه احسان امینی، ناموفقه. نجاتیان روش خیمه میزنه، روش سرگردن حریف خودش خیمه میزنه و اجازه کارو نمیده. تقاضا اخطار میشه برای 2 بنده آبی توسط داور وسط. برای نجاتیان تقاضا اخطار میشه. حالا 30 ثانیه فرصت داره تا اینکه امتیاز بگیره. اسماعیل نجاتیان نگیره، یک امتیاز در دست میده. اخطار به او داده میشه و 30 ثانیه فرصت داره از احسان امینی امتیاز بگیره. آیا همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. همچنان برای زیرگیری اقدام میکنه. 8 تیم در مسابقات لیگ برتر شرکت کردن. آقای محمد ابراهیم امامی، آقای اردوان صاحب، آقای نجات، هیئت جوری و آقای عادلپور داور رئیس دوشک و داور مشاهده فرموده. یک لحظه خب در حالی که 44 ثانیه از وقت کشتی باقی مونده از وقت اول مبارزه در وزن 84 کیلو 1-0 تا این لحظه یک امتیاز میدم برای همچنان یک بار دیگه برای زیرگیری اقدام میکنه نجاتیان. اخطاری که به او تعلق گرفت حالا 1-0 احسان امینی پیش بیفته. خدمت دوستان کشتی عرض کردیم 8 تیم در این دور از رقابت‌ها شرکت کردن که 3 تیم از خراسان رضوی حضور داره، سامل حجج سبزوار، سامل حجج مشهد و گروه ساختمانی کفایتی مشهد. 3 تیم از مازندران، خونه به خونه بابل، گاز مازندران و رستم کلای مازندران و 1 تیم از زنجان و 1 تیم هم استیلازین ایرانیان. 8 تیم حضور داره که مازندران و خراسان هر کدام با 3 تیم کارشون بسیار با ارزشه و تشکر میکنیم از همه اسپانسرهایی که به کمک و یاری کشتی میان. ورزشی در المپیک 6 مدال گرفت، 3 طلا کسب کرد.
امیدوارم که همه نرن به سمت فوتبال، ورزش‌های دیگر هم فراموش نکنن. البته فوتبال هم ما دوست داریم، اما از اون عزیزانی که میان در ورزش ملی سنتی مذهبی ما، ورزشی که پیشینه درخشانی داره در مسابقات جهانی و المپیک، سرمایه‌گذاری میکنن، تشکر میکنیم. یک بار دیگه رقابت‌هایی که برگزار شده هم خدمت شما ازان عرض میکنیم. خونه به خونه بابل 6-1 موفق شده هیئت‌کشی زنجان شکست بده. گاز مادران مغلوب 3-4 مغلوب سامول حجاج مشهد شد و تیم رستم کلاه مشهد هم تیم رستم کلاه مازندران هم کفایتی مشهد رو موفق شده 5-2 شکست بده و این نتیجه تیم هم که تا این لحظه 2-2 مساوی هست. نتیجه کاشتیش همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. کاشتی گره خورده، به هم راه نمیدن. اسماعیل نجاتیان زیرگیری میکنه، در برگشت و ضد حمله احسان امینی که زیرگیری میکنه. تماشاگران مشاهده فرمودید که سکوت اختیار کردن و هرگاه احسان امینی امتیاز بگیره سالن به قوقاکده‌ای تبدیل میکنن تماشاگران پرشور سبزواری. خدمتتون عرض کردم تماشاگران حرفه‌ای هستن به خاطر برگزاری رقابت‌های هندبال که سبزوار یکی از قطب‌های هندبال کشور هست. برای گیر اقدام میکنه نجاتیان و در احسان امینی و در برگشت احسان امینی که یک لحظه سعی داشت او رو نجاتیان خاک کنه که احسان امینی پاشو در میره. دوباره برای یک احسان امینی زیرگیری میکنه، یا زیرگیری از احسان امینی و خاک میکنه حریف خودش رو، خاک میکنه و موفق بشه 2 امتیاز رو بگیره. حالا خب اعتراض میکنن و آقای دودانگه میگه پا رو خطا کشیده. در یه لحظه پا رو آقای دودانگه اعتراض میکنه. الکتر دودانگه که در موقعی که زیرو گرفت زانو رو جهت خلاف مفصل اجرا کرد که نمیتونه از در مقررات درست و اصولی باشه. آقای محمد ابراهیم امامی رئیس سازمان لیگ، آقای اردوان صاحب رئیس کمیته داوران کشور، آقای اردوان، آقای عادلپور و آقای محمدی داور وسط، هیئت جوری و داوران فیلم رو بازبینی میکنن. بعد رو اعلام خواهند کرد، ببینید که چرا خواهند داد. فعلا که 3-0 هست تابلو امتیازات به نفع احسان امینی. همچنان ببینیم که صحبت میشه، تقاضا میکنه که افراد اضافی برن از پشت مانیتور کنار، کسی نباشه و فقط داوران بایستی نگاه کنن و درست هم هست. آقای محمد ابراهیم امامی رئیس سازمان لیگ، یه فرد قانونمند و فردی که مقررات رو سعی میکنه همیشه به اجرا بذاره. حالا ببینید که خدمتتون عرض کردم اگر اسکوربورد دیگه وجود داشت که تماشاگران هم و مربیان هم میدیدن خیلی بهتر بود و امیدوار هستیم که در مسابقات نظامیان جان که اسکوربورد بسیار بزرگ و استاندارد در سالن آزادی تعبیه کرده. تابلو امتیازات رو مشاهده فرمودید که 3-0 هست. باز هم فیلم بازبینی میشه. بعد از اون رأی اعلام خواهد شد. ببینیم که چه رأی رو اعلام خواهند کرد. حالا اگر اعتراضشون مورد قبول واقع نشه یک امتیاز دیگه هم برای دو بنده قرمز احسان امینی در نظر خواهند گرفت. بله، اعتراض مورد قبول واقع نمیشه، اعتراض آقای دودانگه، یک امتیاز دیگه هم برای دو بنده قرمز طبق مقررات در نظر میگیرن و دیگه از این به بعد هم برای این مسابقه، برای این کشتی مربیان استیلازین حق اعتراض ندارن. خب آقای محمدی با همانگی رئیس تشک آقای عادل بود به سود خودش میدمه. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. یک بار دیگه به دنبال کار کردن دستا سعی میکنه نجاتیان از زیرگیری خودش نتیجه بگیره و امتیاز بگیره و احسان امینی هم کاملا گارد و بسته و معرف خودش راه نمیده. 1 دقیقه و 21 ثانیه از وقت کشتی باقی مونده و
یک بار دیگه احسان امینی زیرگیری میکنه، این بار ناموفقه، با خیمه نجاتیان مواجه میشه. از کماکان 4-0 هست. باز هم قوس میکنه حریف خودش احسان امینی. کشتیگیری در 2011 در ازبکستان موفق شد سوخیوف قهرمان جهان شکست بده. حالا امینی زیرگیری از مچ پا و سعی داره که بلند شه از جای خودش. احسان امینی هم در تلاش هست اینکه بتونه پاشو یک بار دیگه در میره از دستانه. 2 بار به این راحتی پاشو در آورد، زیر میگیره، همینجا موفق میشه زیرگیری کنه نجاتیان و میره که از او امتیاز بگیره. همچنان موفق میشه رو بله 1 امتیاز یا 2 امتیاز، 2 امتیاز در نظر گرفته میشه. ببینیم که خاک کردن 2 امتیاز داره، اما در این حالت تعریفی نشد در موقع. در اینا داوران 2 امتیاز میدن. کاشی حالا 4-2 میشه به نفع احسان امینی. 31 ثانیه از وقت کشتی باقی مونده. یه زیر 2 امتیاز و کشتی رو مساوی میکنه و کشتیگیری که اخطار داشته باشه بازنده هست که هر بار زیرگیری اقدام میکنه. یک بار دیگه احسان امینی زیرگیری میکنه تا اینکه نشون بده. حالا با قیچی سعی داره اثر به خودش امتیاز بگیره که ناموفق و خاک میشه اسماعیل نجاتیان. و حالا کشتی 6-2 میشه. در این لحظه وقت 6 و 3 ثانیه وقت باقی مونده. 3 ثانیه و نجاتیان حالا ناراحت روی تشک به سختی بلند میشه از جای خودش. از یک کشتی 6-2 که وقت به اتمام میرسه و احسان امینی موفق میشه یک پیروزی دیگه برای تیم سامل حجت کسب کنه و کشتی 3-2 میشه. تابلو 6-2 موفق احسان امینی ببره، یه پیروزی برای تیمش کسب میکنه و کشتی رو از تیمی 3-2 میشه. 3-2 به نفع تیم سامل حجج. رقابت محمد رضا آذرشکی و پرویز هادی هم یک دیدار سخت و دشوار خواهد شد. عبدالسلام گادیسوف با 2 بنده آبی، عرفان امیری یار کرمانشاهی تیم سامل حجج سبزوار با 2 بنده قرمز کشتی خواهد گرفت. عبدالسلام گادیسوف و همه دوستان کشتی میشناسند. کشتیگیری در مسابقات المپیک با رضا یزدانی وقت اول پیشو بود، اما رضا یزدانی دلاور کشورمون در وقت دوم موفق شد این کشتیگیری شکست بده تا کار به وقت سوم کشیده بشه با مقررات قدیم و موفق شد 2 تایم رو از 3 تایم پیروز بشه. بایستی بند کفششو با چسب مهار کنن طبق مقررات و حالا چسبی رو باید بیارن و مهار کنن چسب بند کفش گادیسوف رو. عبدالسلام گادیسوف یار روسی تیم استیلازین، آقای امیر توکلیان کمیته فنی در کنار آقای گودرزی برای رئیس هیئت آقای اسحاق الهی رئیس هیئت کشتی سبزوار مشاهده فرمودید که امیر توکلیان کمیته فنی از طرف فدراسیون کشتی تا کشتی ها رو ببینن و گزارش کار رو به آقای رسول خادم مدیر تیم ملی بدن که چه اتفاقاتی از فنی اتفاق افتاده. مبارزه آغاز میشه با سوت داور وسط آقای عادل پور، داور زنجانی این دو از رقابت ها. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه عرفان امیری، کشتیگیری در مسابقات جهانی 2010 در مسکو او موفق شد مقام 5 رو کسب کنه. قهرمان جوانان جهان شده، قهرمان جوانان آسیا و یار کرمانشاهی تیم سامل حجج هست که آقای محسن کاوه که سرمربی تیم سامل حجج هست برای وزن 96 کیلو این کشتیگیری رو به خدمت گرفته. در مقابل او عبدالسلام گادیسوف قهرمان اروپا، ملی پوش کشور روسیه در مسابقات المپیک که اگر آسیب نمیدید پای رضا یزدانی و فینالیست میشد او هم مدال برنز رو میتونست کسب کنه در شانس مجدد. وقتی که نتونست کشتی بگیره رضا یزدانی دیدم که با 2 دست محکم تو سر خودش کوبید گادیسوف که برای زیر اقدام یک لحظه مایه فرضی بغل کمرگیری میکنه. زیرگیری نشون داد، کمرگیری کرد و خاک کرد حریف خودشو.
در خاک پا رو در سگک میکنه. سگک رو رکاب میزنه، میره برای جفن برانداز. از یک طرف سگک، طرف دیگه برانداز. 2-0 در حالی که 1 دقیقه و 44 ثانیه از وقت کشتی سپری شده. عرفان امیری ببینیم چه خواهد کرد در مقابل این کشتیگیر عنواندار اروپا و ملی پوش. برای اقدام میکنه، یه جوری از مچ پا و موفق بشه خیلی راحت خاک کنه. آقای داوود رخش خورشید مربی تیم سامر حجج ناراحت. حالا میره برای فیتیل برانداز. صدر فیتیل برانداز به اجرا بذاره. یک لحظه فیتیل برانداز صدرش اجرا کنه که ناموفقه و داور اسد آقای عادلپور کشتی رو سرپا میده. 1 دقیقه و 17 ثانیه. 4-0 به نفع عبدالسلام گادیسوف یار روسیه تیم استیلازین. 2 تا یار روسی سامل حجج داشته که هر دو پیروز شدن. بخوان گریگوریوف و قربان علیوف عنوانداران جهان در متبرزی اقدام میکنه. یا گیره از عرفان امیری از مچ پا. حالا سعی میکنه خاک کنه حریف خودشو. گادیسوف دور میزنه، میرسه اینکه با بدلکاری از عرفان امیری امتیاز بگیره. به هم میپیچن دو کشتیگیر. رفته گادیسوفه که داره سعی میکنه از همونجا حریف خودشو تا دورش به هم بزنه. به هم میپیچن، دور میزنن. هنوز گادیسوف خاک نشده. حالا میره برای کنده کشی. صدر کنده کشی کنه که داور وسط کشتی رو سرپا میده. نتیجه کشتی 4-0 به نفع عبدالسلام گادیسوف از تیم استیلازین ایرانیان. از ناحیه بینی دچار خونریزی میشه که مربیان تیم استیلازین او رو قبل از این پزشک بیاد رو مداوا میکنن. بعد اقدام میکنه، یا زیر از ماچه با خاک میکنه و حالا کشتی رو 6-0 میکنه تا سکوتی محض در سالن سربداران سبزوار حاکم بشه. میره برای برانداز، یه برانداز بزنه و تمام هست. ناموفقه. داور واسه کشتی رو سرپا میده. یه امتیاز بگیره تمام هست. خودش میدونه. عرفان امیری یه مقدار خسته شده، باز هم حمله میکنه. ببینید 6 امتیاز پیش است. 3 تا یار روسیه 2 تیم تا این لحظه پیروز شدن. اگر عبدالسلام گادیسوف ببره 4 یار روسیشون برنده شدن. حالا اگر ملی پوشانمون میتونستن در لیگ کشتی بگیرن فرصت مناسبی بود تا بیان با بخوان گریگوریوف قهرمان جهان، ماگومد قربان علیوف نفر سوم جهان، گادیسوف ملی پوش کشور در مسابقات المپیک و جهانی، همچنین گورگ گوچیلیزه مسار شویلی از گرجستان نفر سوم المپیک و نفراتی که در این دور از رقابت‌ها شرکت کردن. 6 کشتیگیر تا این لحظه از گرجستان و روسیه در این مسابقات کشتی میگیرن. گادیسوف در مسابقات لیگ 2 سال پیش هم حضور داشت. گادیسوف در مسابقات 2 سال قبل هم حضور داشت که میپردازیم به این مبارزه. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. روی دستان حمله کار موسال در از خونه به خونه از تیم سامل حجج کشتی گرفت. همچنان در سرشاخ کار دنبال میکنن. روی دستان حمله 6-0 به نفع عبدالسلام گادیسوف. اگر این کشتی رو گادیسوف ببره که پیش بینی میشه و وضعیتش بهتر است 3-3 مساوی میشه و همه چیز برمیگرده به مبارزه آخر. کشتی حساس و نفسگیر رو تا این لحظه مشاهده فرمودید. عرفان امیری برای زیرگیری اقدام میکنه. یه زیر چشم است. حالا این گادیسوف که زیر میگیره خاک مونه. 2 امتیاز میگیره تمام و موفق میشه 8-0 در یک کشتی یه طرفه حریف خودش عرفان امیری رو شکست بده. عرفان امیری حرفی برای گفتن نداشت در این کشتی. با توانمندی تکنیکی رو خودش رو بالا ببره. گادیسوف موفق میشه عرفان امیری شکست بده. 3 پیروزی رو امیر جلالی بهار، دنیس سارگوش و گادیسوف برای تیم استیلازین و 3 پیروزی تیم سامر حجج رو بخوان گریگوریوف، ماگومد قربان علیوف و احسان امینی کسب کردن. 3-3 مساوی هستن. همه چیز به این مبارزه بستگی داره. همه چیز خلاصه شده در این مبارزه آخر. وزن 120 کیلو محمد رضا آذرشکیب با 2 بنده آبی از تیم استیلازین ایرانیان و پرویز هادی یار آذری تیم سامل حجج سبزوار، فردین معصومی هم از تیم جزء تیم
سامل حجج سبزوار هست، اما آقای محسن کاوه تشخیص داده که پرویز هادی کشتی بگیره. تماشاگران با گفتن پرویز هادی او رو مورد تشویق قرار میدن. در مسابقات گزینشی المپیک رو موفق شد سهمیه المپیک رو بگیره و بعد از اون دیگه در انتخابی به کمیل قاسمی باخت و کمیل قاسمی به المپیک در فصل سوم شد. و محمدرضا آذرشکیب کشتیگیری که اهل کرج هست در مسابقات جوانان جهان در سال 2006 در گواتمالا موفق شد مدال نقره بگیره. 2007 در مسابقات جهانی در چین او موفق شد مدال نقره بگیره. در مسابقات جام تختی مدال طلا گرفته. در جام جهانی هم کشتی بسیار خوبی گرفته. که از کشتیگیران مطرح وزن 120 کیلوست. هر دو کشتیگیران عنواندار هستند. کشتیشون هم سخت و دشوار هست. اگر محمدرضا آذرشکیب ببره تیم استیلازین برنده خواهد شد و اگر پرویز هادی پیروز بشه تیم سامل حجج برنده خواهد شد. رقابت ها رو از برنامه پیک ورزش از شبکه ورزش و شبکه استانی خراسان رضوی شما از آن مشاهده می‌فرمایید. همچنان در سرشاخ کار میکنن. خونه به خونه موفق شده 6-1 تیم هیئت‌کشتی زنجان شکست داده. سامل حجج مشهد 4-3 گاز مازندران شکست داده و رستم کلاه مازندران هم در مشهد 5-2 کفایتی گروه ساختمانی کفایتی مشهد رو شکست داده و این هم آخرین مبارزه. و تماشاگران با ندای یا حسین تشویق میکنن کشتیگیر تیمشونو. کشتیگیر آذری تیم در ایام سوگواری سالار شهیدان و ندای یا حسین شور حالی میده به سالن و همه دوستداران سالار شهیدان. 1 دقیقه و 28 ثانیه از وقت کشتی سپری شده و یک بار دیگه همچنان در سرشاخ ندای یا امام رضا برای پرویز هادی. آذرشکیب همچنان زیر کتفان حریف خودش میزنه تا که بتونه از اون امتیاز بگیره. یک بار دیگه آذرشکیب دستش کار میکنه. تقاضا اخطار میشه برای پرویز هادی. بیشتر کار کرد آذرشکیب، درست هم بود. 3 ثانیه فرصت داره پرویز هادی امتیاز بگیره، وگرنه حالا 30 ثانیه اگر امتیاز نگیره پرویز هادی یک امتیاز دست خواهد داد و اخطارش هم تصویب خواهد شد. همچنان برای جلوگیری اقدام میکنه پرویز هادی ناموفقه. آذرشکیب هم یه بدلکار قهار و زبردست هست و اگر اشتباه از او زیرگیری کنن خاک میکنه. همچنان پرویز هادی در تلاش هستن که بتونه. خب 2 ثانیه، بله 2 ثانیه تمام، 30 ثانیه به اتمام میرسه. یک امتیاز برای آذرشکیب و یک اخطار برای پرویز هادی در نظر گرفته میشه. اخطار رو که میدن 30 ثانیه فرصت میدن به مدافع. اگر 30 ثانیه امتیاز بگیره اون اخطار ملغا میشه و حذف میشه. همچنان در سرشاخ کار دنبال میکنن دو کشتیگیر. محمدرضا آذرشکیب روی سرگردن حریف خودش کار با ندای یا زینب در ایام سوگواری سالار شهیدان که روی 2 بنده پرویز هادی هم کلمه یا زینب ثبت شده. همچنان در سرشاخ کار دنبال میکنن. آقای منصور کیانی کار سخت و دشواری داره در این قضاوت. همچنان دو کشتیگیر در تلاش هستند تا که بتونن شرایط برای زیرگیری خودشون مهیا کنن. وقت اول به اتمام میرسه. 1-0 به نفع محمدرضا آذرشکیب. میرن نزد مربیان خودشون آقای دودانگه و آقای محمد آقای ابراهیم مهربان. در طرف دیگه هم آقای رخش خورشید، پژمان درستکار، فردین معصومی و آقای کاوه 4 مربی کوچ میکنن که طبق آقای گودرزی حالا نماینده ناظر فدراسیون و نماینده سازمان لیگ میگه که تذکر میده 2 تا کوچ، 2 نفر مربی باید کوچ کنن. کشیگران خودشون روانه میدان میکنن. 3 دقیقه آخر همه چیز به این 3 دقیقه
بستگی داره همه چیز به این 3 دقیقه. آیا تیم استیلازین ایرانیان میتونه تیم پرقدرت و نیرومند ساموئل رجج سبزوار رو که 2 سالم پی در پی قهرمان شده رو شکست بده در خانه خودش یا نه؟ همچنان در باسود داور وسط کار آغاز میشه. همچنان برای اقدام میکنه پرویز هادی. کشگیر با غیرتی است. برای حالا اقدام میکنه این آذر شکیبی خاک. یه بارانداز هم سعی داره به اجرا بذاره که ناموفقه. یک بار دیگه برای بارانداز اقدام میکنه. اینجا موفق میشه بارانداز اجرا کنه 2 امتیاز بگیره. بارانداز بعدی رو حالا اجرا میکنه یه 2 امتیاز دیگه و حالا کشتی رو تمام هست. بله اینجا یک بارانداز دیگه هم اجرا میکنه موفق میشه. قبل از اون تمام شده بود. آذر شکیب موفق میشه طوفانی به پا کنه. 7 امتیاز میگیره از حریف خودش پرویز هادی. حریف خودش مقهور دلاوری و شجاعت خودش میکنه. مثل سبک‌وزن باراندازا رو اجرا کرد. حالا محمدرضا آذر شکیب موفق میشه پیروزی استیلازین رو رقم بزنه. داور وسط دستور به عنوان فرد پیروز بالا میبره. پس تیم استیلازین ایرانیان موفق میشه با نتیجه 4-3 تیم ساموئل رجج رو سبزوار رو شکست بده. 4 پیروزی رو امیر جلالی بهار، دنیس سرگوش، عبدالسلام قادیسوف و محمدرضا آذر شکیب برای تیم استیلازین کسب کردن و 3 پیروزی تیم ساموئل رجج سبزوار بخوان گریگوریوف، ماگومت قربان علیوف و احسان امینی کسب کردن. امیدوارم که رقابت‌ها مورد توجه و نظر شما از آن قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر از همه شما از آن خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. آره امشب نمیرسم بیام. آخه بریم برگردیم دیر میشه. آره یه دقیقه گوشی. سامان تویی؟ پس بقیت کو؟ آبش کردم رفت. حالا کجا میری؟ بیا برسونمت. از دست این شکم خسته شدم. هر جا که میرم اول شکمم شرفیاب میشه بعدا خودم. میفهمم چی میگی. از اون بدترش هم اینه که لباس دیگه اندازت پیدا نمیشه. آخ گفتی. راستی تو چجوری وزن کم کردی؟ تنتاک بهم کمک کرد. تنتاک؟ کی هست؟ بزن بریم خونه ما باش آشنا شو. این چیه؟ تنتاک، دستگاه درازنشست تنتاک. این وزن منو کم کرد. ماهه. یه چند وقتی درازنشست زدم این مهرهای کمرم داغون شده. خب آخه این فرق میکنه. وقتی باش کار میکنی به بدنت فشار وارد نمیکنه، خستت نمیکنه، تازه 10 برابر حالت عادی میتونی باش درازنشست بری. اصلا بیا خود امتحان کن. بذار امتحان بکنم. راست میگی. حالا کجا خریدی؟ خیلی راحت، با یه تلفن یا یه پیامک. برای سفارش این محصول که همراه با یک CD آموزشی به شما تقدیم میشه فقط کافیه با شماره 021 88 20 63 63 تماس بگیرید یا عدد 3 رو به سامانه 3000 63 63 پیامک بزنید. دستگاه دراز و نشست تنتاک، راه حلی آسان و مطمئن برای ورزش و تناسب اندام. خب وقتتون بخیر باشه. همراهان همیشگی برنامه پیک ورزش از پخش شبکه تلویزیونی ورزش در خدمت شما علاقه‌مندان به ورزش اول کشورمون کشتی بودیم. همونطور که دیدید به هر حال استیلازین ایرانیان موفق شد ساموئل رجج سبزوار رو 4-3 شکست بده. خسته نباشید به استاد خودم جناب آقای هادی عامل هم دارم با گزارش بسیار بسیار جذاب و
دیدنی و شنیدنی ایشون. اما خدمتتون باید عرض کنم که نتایج دیگر رو هم من خدمتتون خیلی سریع عرض کنم که از همین گروه کفایتی خراسان رضوی موفق نشد رستم کلای مازندران رو شکست بده و نماینده مازندران 5-2 نماینده خراسان رضوی رو از پیش رو برداشت و به هر حال در گروه دوم هم 2 دیدار برگزار شد. خونه به خونه بابل موفق شد 6-1 شهدای زنجان رو شکست بده و در دیگر دیدار هم شرکت گاز مازندران در یک دیدار بسیار بسیار نزدیک بازی رو حالا کشتی خودش رو 4-3 به سامران حجج مشهد واگذار کرد. اما باید خدمتتون عرض کنم که حالا عرض کردم در ابتدای برنامه بعد از کسب عنوان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی بوداپست مجارستان که ما 2 طلای حسن رحیمی و رضا یزدانی رو در 55 و 96 داشتیم و بعدش هم به هر حال تک نقره عزت الله اکبری که به جای صادق گودرزی اومده بود و حضور اولش در مسابقات جهانی که موفق شد مدال نقره رو کسب کنه در 74 تا و بعدش هم برنز مسعود اسماعیل پور و البته احسان لشکری موفق شد تیم ملی کشتی آزاد کشورمون به روی سکوی اول مسابقات جهانی بره و المپیک هم میدان بزرگ بود که عملکرد کشتیگیران آزاد ما هم حالا میشد گفتش که قابل دفاع بود. کمیل قاسمی برنز گرفت در 120 تا، احسان لشکری هم برنز گرفت در 84 تا و تنها نقره ما هم صادق گودرزی بود که در مسابقات جهانی غیبت داشت و الحق و الانصاف عزت الله اکبری کاری کرد کارستان مقابل جردن باروفس امریکایی که حالا پیش بینی میشد کرد که حالا قهرمان اون بشه و عزت الله اکبری هم که بیشتر از حد انتظارهای همه کارشناسان و اهالی کشتی ظاهر شد. اما خدمتتون باید عرض کنم که به هر حال یکی دیگر از اتفاقات خوب هم استقبال خوبی بود که در سالن سربهداران صورت گرفته بود. گوش تا گوش همه اومده بودن و نظاره‌گر کشتیگیران این 2 تیم بودن که امیدواریم در ادامه هم به همین شکل استقبال بشه از مسابقات کشتی که عرض کردم ورزش اول کشورمون هستش و به نوعی میتواند فرهنگ ایران اسلامی رو اشاعه بده در تمام دنیا. ممنون از اینکه امروز هم ما رو تماشا کردین. ضمن خسته نباشید به همکاران خوبم در پخش شبکه تلویزیونی ورزش و التماس دعا از شما عزیزان در این روزها و شب‌های عزیز شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.